سلام قشنگای من، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من تصمیم گرفتم بعد از این چند ماهی که برای هممون واقعا سخت بود دوباره شروع کنم. روزایی که گذروندیم واقعا روزای خیلی عجیب و دردناکی بودن، از اتفاقات دیماه که کلی آدم از بینمون رفتن و من مطمئنم که غمش همیشه با ما میمونه، تا روزای جنگ که من خودم به شخصه خیلی زیاد میترسم و استرابش هنوز با من هست. من حتی الان از صدای به هم خوردن در هم میترسم و هنوز نتونستم باهاش کنار بیام. و خلاصه این که روزایی که گذروندیم مطمئنم من و هممون اصلا زندگی نکردیم و کاش میشد که این روزها جزو روزهای زندگیمون حساب نمیشد. خلاصه این که خواستم که باهاتون درد و دل کنم، به خاطر اینکه این روزا من رسما هیچ کاری نکردم، یعنی از در اتاقم هم به سختی خارج می شدم. فروپاشی روانی خیلی وحشتناکی رو تجربه کردم و دیگه این چند روز آخر تمام توان و انرژیمو گذاشتم تا کتاب بدن فراموش نمیکنه رو بخونم و وقتی خوندمش گفتم که بیام به شما هم معرفیش کنم که اگه شما هم مثل من شرایط خوبی رو سپری نمی کنید، به خاطر اینکه هیچ کاری نمی کنید، از دست خودتون عصبانید، برید و این کتاب رو بخونید. حالا چرا این کتاب؟ همونطور که گفتم من هنوز ترس و اضطراب با منه، یعنی حتی الانی که اینجا نشستم، یعنی وقتی یه صدای خیلی ساده، یکی بلند حرف بزنه، در محکم ببنده، صدای ماشین، من انقدر میترسم و ریاکشن نشون میدم که مثلا بقیه تعجب میکنن، میگن خب الان که خبر نیست چرا انقدر میترسی؟ ولی خب من هیچ کنترلی روش ندارم دیگه. صبح تا شب که تو اتاقم، شبا بد میخوابم، دائم دارم اخبار رو چک میکنم. خلاصه کلی به خودم قور زدم که برم این کتاب بخونم و تو این کتاب سوال خیلی مهمی هست. میگه آدم وقتی تایم زیادی توی فشار زندگی کنه، آیا طبیعیه که ذهن و بدنش دچار تغییر بشه؟ ایده اصلی این کتاب شاید خیلی ساده به نظر برسه، اما وقتی بیشتر بهش فکر میکنی یکم عمیق‌تر میشه. ما هممون فکر میکنیم که اتفاقات بد روی ذهنمون تاثیر داره، اما نویسنده این کتاب میگه بدن هم حافظه داره. حالا حافظه نه مثل خاطره ها، مثل یه ریاکشنی که تو به یه اتفاق میدی، مثل یک احساس، مثل این که تو همش منتظری که یه اتفاق بدی بیفته، منتظر یک خطری هستی. ممکنه یه اتفاقی تموم شده باشه ها، اما بدن تو یه جوری داره ریاکشن و واکنش نشون میده که انگار که اون اتفاق هنوز در جریانه. برای همین گاهی انسان منطقی با اینکه میدونه اون خطر رفع شده، اما بدنش داره یه جور دیگه واکنش نشون میده. دستاش عرق میکنن، قلبش تند میزنه، شبا بد میخوابه و این تضاد یکی از اصلی ترین موضوعهای این کتابه. یه نکته جالبی که تو این کتاب هست و من فکر کنم که خب اکثرمون بدونیم، اینه که آدم توی بحران فرو نمیریزه، بعد از بحران فرو میریزه، به خاطر اینکه توی بحران مغزمون وارد حالت بقا میشه. در واقع مغزمون توی شرایط بحرانی روی اینکه دووم بیاره، یه روز بیشتر بگذرونه، زنده بمونه تمرکز میکنه و وقتی که این بحران تموم میشه تازه بدنمون فرصت میکنه که این خستگیمون رو نشون بده. به خاطر همین ماها بعد از اینکه یک دوره پرفشار، پر از استرس، یه بحرانی رو پشت سر میذاریم و وقتی همه چی آروم شده، اون موقع است که دیگه انرژی نداریم، حوصله نداریم، تمرکز نداریم و مطمئنم که هممون از خودمون میپرسیم خب چرا الان که همه چی تموم شده، چرا الان که همه چیز آروم شده؟ به خاطر اینکه دقیقاً تو همون آرومی است که بدن ما فرصت میکنه فریاد بزنه. حالا آدم ضعیفی شدیم یا صرفا خسته ایم، ما آدما عادت داریم که خودمون رو قضاوت کنیم، اینکه چرا شبیه قبلم نیستم، چرا حال ندارم، چرا کاری انجام نمیدم. ولی اینجا کتاب میاد یک زاویه دید متفاوتی بهت میده. کتاب میگه که شاید مشکلی نیست که تو ضعیف شدی، ولی یه مدت زیادی در حال جنگ بودی، ذهن تو حالت بقا بوده. این فشار و استرسی که تو تحمل کردی، این آسیبی که دیدی برای خیلی از آدم ها زیادیه. مخصوصا به نظرم مایی که تو ایرانیم، آسیبی که میبینیم، اون حس غم، درد، رنجی که تحمل میکنیم، به نظرم برای خیلی از آدم ها زیادیه و تجربهش نکردن. به خاطر همین نویسنده کتاب اینجا میاد میگه که خب تو طبیعیه که خسته باشی و خب وقتی که یه مدت زیادی ما توی بحرانیم، قطعاً بدن ما خسته میشه، ذهن ما خسته میشه، ما این خستگی رو میایم با ضعف اشتباهش میگیریم.
ذهن برعکس بدن زخماش دیده نمیشه. مثلا شما اگه یه کسی، یه دوستیتون، آشناییتون، خودتون دستتون بشکنه، خب همه اونو میبینن، شاید حال همدیگه رو بپرسن، اما زخمای روحی معمولا دیده نمیشن. شاید یک آدمی بره سر کار، بیاد لبخند بزنه، مثل استوریای اینستاگرام که این روزا همه تو کافن، همه باشگاهشون رو شروع کردن، کارشون رو شروع کردن، دارن پیشرفت میکنن، که خب من خودم اصلا احساس بدی داشتم وقتی این استوریا رو میدیدم. مثلا به خودم میگفتم خب تو هنوز از اتاقت بیرون نیومدی، هنوز داری میترسی، هنوز با اضطرابت نتونستی کنار بیای، ولی آدم‌های دیگه پیشرفت کردن، تناسب اندامشون رو شروع کردن، کارشون رو شروع کردن و خب خیلی احساس بدیه. اما چیزی که وجود داره، اون آدم‌ها هم احتمالاً، یعنی قطعاً درونشون یه زخمی هست که در حال جنگ مداوم با اون زخمه. فقط مدل ریاکشنشون فرق داره، یا شاید یاد گرفتن با اون زخم زندگیشون رو هم جلو ببرن. به خاطر همین درک کردن رنج آدم‌ها خیلی مهمه. اون زخمی که آدم‌ها روی روحشون دارن رو اگر بتونی درک کنی، خیلی کار فوق‌العاده‌ای کردی. بخش پایانی کتاب در مورد این صحبت میکنه که آیا میتونیم دوباره احساس امنیت بکنیم. یه چیز جالبی که من تو این کتاب دوست داشتم این بود که صرفا در مورد آسیب صحبت نمیکنه، در مورد بهبودش هم باهات حرف میزنه. انسان دوباره و دوباره و دوباره میتونه امنیت رو احساس بکنه، نه اینکه گذشتت پاک بشه یا اینکه وانمود کنی اتفاقی نیفتاده. به نظر خود من یه سری رنجا که اصلا تو یاد میگیری باهاشون زندگی کنی، چون اصلا خیلی سخته کمرنگ کردنش. یعنی سالها تراپی، سالها تلاش تا اینکه شاید حالا اون رنجا یه ذره برات کمرنگ‌تر بشه. ولی چیزی که مهمه اینه که تو به پذیرش برسی و باهاش زندگی بکنی. یه سری از رنجای دیگه خب آره کمرنگ‌تر میشن، منتها باید یاد بگیری توی مسیرش بیفتی. اینجاست که هم خودت به بدنت اعتماد میکنی، هم بدنت دیگه به تو اعتماد میکنه. یکی از چیزایی که خود من از این کتاب یاد گرفتم اینه که واکنش هایی که بدنمون و ذهنمون تجربه میکنه در واقع به خاطر اتفاقاتیه که افتاده و به خاطر اون حالت بقایی بوده که مدتها توی اون حالت گیر افتاده بوده و بدن ما بیشتر از اون چیزی که فکر کنیم داره داستان زندگی ما رو با خودش حمل میکنه. و اکثرا قبل از اینکه ما خودمون بفهمیم که چقدر خسته ایم، بدنمون این احساس رو تجربه میکنه. به خاطر همین قبل از اینکه تو شرایط مختلف به خودت غر بزنی، از دست خودت عصبانی بشی، به نظرم اول فکر کن و به خودت حق بده و به جای اینکه باش بجنگی بپذیرش، اجازه بده که بدنت آروم بشه، بدنت توی حالت استیبلی قرار بگیره، روانت حالش بهتر بشه. فکر کنم اینطوری یه ذره از اون باری که روی شونه هامون هست کمتر میشه، یعنی خودمون یه بار اضافه‌ای رو روی شونه هامون نمیذاریم. حالا اگه دوست داشتین شما از تجربه این چند ماهتون به من بگین که شما مثل من میترسیدین، حالتون چطور بود و اینکه اصلا چطوری بعدش تونستین با این اوضاع کنار بیاین.